دوستان این دو تصویر را ببینین. هر دوتا یک سناریو، یک پلن و لوکیشن هم شبیه هم. کارفرما هم مثل همیشه اسرائیل. پایینی به بهانه آزادی و هرزگی، بالایی پروژه کشته‌سازی از طریق مرج طبیعی یک نفر. هدف همچه مشخصه، به آشوب کشیدن کشورها و تغییر نظام. این نرگس محمدی است که توی زندان اعتراض می‌کرد چرا نمیذارن موز خیار وارد زندان بشه. دوستان همونطور قبلا عرض کردم، هدف از این سناریو به هم ریختن جو داخلی برای برپایی آشوب و فتنه از طریق عوامل نفوذیشون هست تا بتونن با ایجاد این آشوب ها زمینه را برای حمله مجدد آماده کنن. اما دیگه کور خوندن، این سناریوها دیگه نخنما شده و ملت فریب این نوع بازی ها را دیگه نمیخوره و مطمئنا باید دنبال راه چاره دیگه باشن. رهبری عزیزمون هم توی سخنرانی اخیر در مورد این گونه هجمه های رسانه دشمن و ایجاد شبهه فرمان صادر کردن که در مقابل این شبهات و فتنه ها هم آرایش جنگی بگیریم و هم به دفاع بسنده نکنیم و به نقاط ضعف دشمن حمله کنیم. و توی جنگ روایت ها همیشه کسی پیروز است که اولین و بهترین روایت را ارائه دهد. یا علی.